أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدان از علم صرف 21 درس گرفتیم. حالا باشد درس 22 را به سمع شما خواهیم رسانید. کتابی بیدان درس 22 و موضوع درس 22 ما و شما اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی، یعنی سه موضوع است. موضوع درس امروزه ما و شما سه موضوع می باشد. ببینید، یکم اسم زمان، دوم اسم مکان، سوم مصدر میمی. این سه موضوع را ما و شما یک درس میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه وزنها در ترازو اینها تقریبا هر سه یک هستند. به همین سبب اینها را هر سه یک جا یک درسش میکنیم و به سمع شما خواهیم رسانید. اکنون میبینیم که صاحب کتاب درباره اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمی چی میگوید؟ دقت بتید، هر کسی که کتاب رو دارد صفحه 54. در صفحه 54 این موضوع اسم زمان و اسم مکان است. در صفحه 55 پس مصدر میمی است. اینها را انشاءالله یک جا درس خواهیم کرد. صاحب کتاب بیدان میگوید اسم زمان و اسم مکان از ثلاث مجرد و از باب یفعلو به کسر عین و از مثال مطلقاً بر وزن مفعلون به کسر عین می آید، همچون مضربون و موعدون. و از غیر باب یفعلو به کسر عین و از ناقص مطلقاً بر وزن مفعلون به فتح عین می آید، همچون مقتلون و مرمیون. خب اکنون این قاعده هست. این قاعده همچنین بعضی در یک شعرش در آوردگی است، نظم در آوردگی است. نظم از یاد کنید. این قاعده را همیشه شما در ذهنتون گویا که دارید. در شعر در نظم میگوید که ظرف یفعیل مفعیل است الا ذی ناقیس ای کمال، غیر یفعیل مفعل آید دائما الا ذی مثال. الا مثال. ببینید این شعر همین گفته های مؤلف را بیان میکند. یعنی چی؟ در یادتون باشد ما و شما در گذشته گفته بودیم که در صرف همگی 22 باب است. 22 باب. این 22 باب به 4 قسم تقسیم می شود. 6 تا اولش باب ثلاثی مجرد است، نامش ثلاثی مجرد. اکنون صاحب کتاب حالا برای ما و شما اولا این 6 باب ثلاثی مجرد را بیان میکند. حالا این بابهای پایان بدهش را نه، میگه که از ان همین 6 باب ثلاثی مجرد ما 2 وزن اسم زمان و اسم مکان میگیریم. دقت بتید. مثلا این 2 وزن چی است؟ این 2 وزن اسم زمان و اسم مکان است. اکنون دقت بتید، فرقیت در چی است؟ در نوشتن یک است. فرق در چی است؟ در حرکتاش است. اگر مفعلون یک وزن، مفعلون دویم وزن. عین کسره میکنیم یا عین رو فتحه میکنیم؟ عین رو کسره کردیم، بابهای معین از همین وزن می آید. مثلا یکی از بابها باب یفعیل هست. باب یفعیل 2 باب داریم ما. ضرب یضرب یکم بابش این باب دوم است از این 6 تا.
باب دویمش در اینجا باب دویم رو نوشته کنم. باب دویم ببینید بابی چند؟ بابی دو از این 6 دویم بابش مفعولون می آید یکم و دویم باب ششم باب چند؟ باب 6 حسب یحسبو باب ششم. پس باب دویم و ششم این دو باب اسم زمان و مکانش بر وزن مفعولون می آید. اکنون باقی مانده باب های چند ماند در اینجا؟ بابی 1 2 در اینجا هست 3 و 4 و 5. بابی یکم و سیوم و چهارم و پنجم بر وزن مفعولون می آید. بابی دویم و ششم بر وزن مفعولون می آید. اکنون باب کدام باب هاست؟ این را انشاءالله بعد از بیدان خلاص کردن بناء الاطفال یک کتاب دیگری هست درباره وزن ها، یعنی که باب ها را 22 باب را مختصرا بیان کرده هستیم، اون را انشاءالله درس خواهیم کرد. از باب مثال در اینجا یک چند مثال ها میاریم تا اینکه این مسئله خوب فهمیده شود. ما گفتیم که اگر از باب دویم باشد بر وزن مفعولون میاد. باب دویم چی است؟ ضرب یضرب. ببینید ضرب یضرب از باب دویم است. پس اسم زمان و مکانش بر وزن مفعولون می آید. در اولش اولا یک میم رو می نویسیم، میم، بعد حرف ضاد را دویم، بعد سوم حرف ر را، حرف ر و چهارم حرف ب را. ببینید پس حرکت به مثل این حرکت میتیم. میم فتحه دارد، فتحش میمونیم. ف در پروی حرف ضاد است، اول کلمه ساکینش میمونیم. عین حرف ر کسرش میمونیم. لام. خب میشود مضربون. مضربون اسم زمان و مکان است. مضربون اسم زمان و مکان است. دیدید بر وزن مفعولون. این یک. اکنون در این باره از باب یکم وزنش چی است؟ نصر ینصر. نصر ینصر. دقت بتید. نصر ینصر. ببینید ینصر. اکنون ما از این وزن از باب یکم که هست بر این وزن اسم زمان و مکان میگیریم. در اولش میم مفتوحه را میمونیم. اولین حرف این چی است؟ حرف نون. نون و صاد داره، اصلی باب است. ف و عین و لام بر وزن در طوری میگیرد. بعد دویم حرف نون می نویسیم. سوم حرف صاد را، چهارم حرف چی را؟ حرف ر را، چهارم حرف ر را. پس میشود چی؟ بر این وزن میمونه. ببینید میم فتحه است، فتحه میمونیم. ف یکمین حرف کلمه ساکین است، عین فتحه است، لام. خوب میشود منصرون. مضربون و منصرون. پس اینها اسم چی هستند؟ اسم زمان و اسم مکان. پس انا همین طریق اسم زمان و اسم مکان گرفته می شود. با همین طریق ما اسم زمان و مکان رو میگیریم. صاحب کتاب دقت بتید چی میگوید؟ میگوید اسم زمان و اسم مکان از ثلاث مجرد و از باب یفعلو، باب دویم و ششم. وقتی باب یفعلو میگیم باب 2 و 6. از باب 2 و 6 میگه چیکار میکند؟ از باب یفعلو با کسر عین و از مثال مطلقاً بر وزن مفعلون می آید. مفعلون، مضربون. همچنین از مثال ما گفتیم در درس‌های گذشته که مثلا وعده یعیدو، وعده واو سر می شود. این کلمه را ما گفتیم مثال است. پس اسم زمان و مکانش چی می شود؟ موعدون. و مثل این موعدون. ببینید پس باب دویم، بعد دویم و ششم مضربون، مفعولون. و همچنین از مثال در یادتون بگیرید دویم و ششم از مثال فرق ندارد باب 1 از 2 از 3 از 4 از کدامش که باشد.
از مثال بر وزن چی می آید؟ بر وزن مفعلون می آید. این وزن اول مفعلون. اکنون صاحب کتاب چی میگوید؟ مثال مطلقاً بر وزن مفعلون به کسر عین می آید همچون مضربون و موعدون. مضربون و موعدون. و از غیر باب یفعلو، یعنی از غیر باب دویم و ششم، وقتی دویم و شش را بگیریم چند میموند؟ 1 3 4 5، زیرا که 2 در اینجا است 6 در اینجا است. پس باب یکم و دویم و سیم و یکم و سیم و چهارم و پنجم بر وزن مفعلون می آید. این را میبینیم که چی میگه صاحب کتاب؟ میگه که از غیر بابی یفعلو با کسر عین و از ناقص. ما گفتیم ناقص کلمه را میگن که در آخرش حرف چی دارد؟ علت دارد. مثلا رما، ببینید رما، رما در آخرش حرف چیه؟ حرف علت. حرف علت انا همین را میگن ناقص، فرق ندارد واوی باشد یایی باشد الف باشد، هر کدامش که باشد. پس از ناقص یعنی باب یکم سیوم چهارم پنجم و از ناقص بر وزن مفعلون می آید. پس این ناقص اسم زمان و مکانش مرمن 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 اسم زمان و مکان از چی است؟ از ناقص است، بر وزن مفعلون. بر وزن چی؟ مفعلون. صاحب کتاب میگوید که از غیر باب یفعلو، یعنی دویم و ششم، از غیر دویم و ششم از این باقی مانده باب ها به کسر عین و از ناقص مطلقا چطوره که وعده عاید رفته به هر کدام بابی باشه به این وزن می آید. اما ناقص از هر وزنی که باشد، از هر بابی که باشد از همین 6 تا بر این وزن می آید. بر این وزنی که در اینجا شما میبینید بر وزن مفعلون به فتح عین می آید. مفعلون به فتح عین. همچون مقتلون، مثلا قتل یقتلو یا نصر ینصر، هر دوش یک باب است و قتل یقتلو نصر ینصر باب یکم است و مرمن از چی است؟ از ناقص. پس این هست اسم زمان و مکان از ثلاثی مجرد، از این 6 باب. از این 6 باب همین 2 وزن اسم زمان و مکان است، چطوری که شما دیده ایستادید. خب اکنون میگذاریم در باقی مانده باب ها. اکنون ما این 6 تا را فهمیدیم، 6 تا را دانستیم که این 2 وزن وزناش بوده است و بس. این 2 وزن وزنای چی است؟ وزنای این 6 باب ثلاثی مجرد، اسم زمان و اسم مکانش. خب این را گرفتنش را با آخر رسانیدیم. میگذاریم در قسم باقی مانده باب ها. این باب چند تا است؟ ثلاثی مزید 12 باب است، رباعی مجرد 1 باب است، رباعی مزید 3 باب است. اکنون این باقی مانده باب ها، این باقی مانده باب ها بر وزن اسم مشترکش میگن. اسم مشترک، ببینید مشترک. اسم مشترک معناش چی است؟ اسم مشترک معناش همین است که چطوری که ما گفته بودیم که اسم مفعول چطور گرفته میشید؟ مثلا دحرج یدحرجو از باب 19 هم که بود، از این باب پس ما میگفتیم مدحرجون. مدحرجون اسم چی است؟ اسم زمان و مکان. ببینید حالا در اینجا نوشته کردگی است مدحرجون. پس این مدحرجون اسم مشترک است. مدحرجون. مکرمون اسم مشترک است. چرا اسم مشترک است؟ زیرا که مدحرجون می شود اسم مفعول، دحرج و دحرج و مدحرج، یعنی یک چیزی جر کرده شده، یک نام اسم مفعول. می شود اسم زمان مدحرج، یک وقتی جر کردن، اسم زمان. سیوم می شود اسم مکان. پس میگه مدحرجون یعنی که یک جای جر کردن، مکان جر کردن. 3 تاشید و 4م مصدر میمی همچنین و همین وزن می آید، یعنی مدحرجون با تاجیکی جر کردن. چطور میگن دحرجتن؟ دحرجتن مصدر است، لیکن مدحرجون مصدر میمی هست. مدحرجون مصدر چی است؟ میمی است.
پس اسم مشترک 4 چیز بوده است. یکم اسم مفعول، دوم اسم زمان، سوم اسم مکان، چهارم مصدر میمی. پس اینها هر دوشان همین طور است. دقت دادید و فهمیدید اکنون اسم مشترک از این بابهای باقی مانده از غیر این 6 تا، از این 16 تایی که هسته اسم مشترک می آید که هر 4 در بر میگیرد. پس اکنون ما از کجا بدانیم که مدحرج اسم مفعول یا اسم زمان یا اسم مکان یا مصدر میمی است؟ از کجا بدانیمش؟ این از معنی میدونیم. کتاب وقتی که کلمه را میبینی خوانده میروی میفهمی که چی را در نظر داره. اگر زمان در بر بگیرم میگم اسم زمان است، اگر مکان در بر بگیرم میگم اسم مکان است. مصدر ترجمهش میکنه اگر توری بگیرم میگم مصدر میمی هست، یا اگر اسم مفعول اگر توری بگیرم میگم اسم مفعول هست. یعنی که از روش گپ اون را معین میکنی. پس این هست طریقه گرفتن اسم مفعول. طریقه گرفتن اسم مفعول. خب اسم مفعول اکنون معذرت میخوام، طریقه گرفتن اسم زمان و اسم مکان. طریقه گرفتن اسم زمان و اسم مکان از 6 باب اول این را شما دیدید. از بابهای باقی مانده اسم مشترک همون اسم مفعول گرفته بودیم، همون این را هم شما فهمیدید. اکنون یک چیز دیگر باقی ماند، مصدر میمی. مصدر میمی چی است؟ مصدر میمی از هر باب باشد بر وزن مفعلون می آید. ببینید واسه بگین اگر مضربون اسم زمان و اسم مکان است. همین را اگر ما بگیم مضربون بگیم اگر مصدر میمی می شود. مضرب معناش زدن. چرا که ضرب یضرب ضربا میگفتیم زدن مصدر. پس مضربون میگم زدن مصدر میمی است. مصدر میمی بر مثل دیگر مصدرها ترجمه می شود، فقط نامش مصدر چی است؟ مصدر میمی. خب مضربون. اکنون منصرون چی؟ منصرون را دقت بتید که خودش بر همین وزن است. منصرون میگه منصرون اسم زمان است. منصر یک جای نصرت دادن، یک جای یاردم کردن، یک معنا اسم زمان. اسم مکان منصرون یک جای یاردم کردن، یک مکان یاردم کردن، دوتا. و مصدر میمی همچنین منصرون می آید. اینجا یکان تغییرات نمیاریم. پس منصرون همچنین نصرت دادن، ترجمه فارسیش نصرت دادن، این ترجمه تاجیکیش نصرت دادن. پس این هست مصدر میمی. ببینید مصدر میمی فقط یک وزن دارد بس. این هست بس مفعلون. از 6 باب مفعلون می آید مصدر میمی. لیکن اسم زمان اسم مکان گفتیم باب یکم، باب دوم، ششم و باب یکم، سوم، چهارم و پنجم. چطوره که این را توضیح دادیم. و باقی مونده اسم از اینها گفتیم اسم مشترک است، یعنی که چطوره که شما میبینید. اکنون بیاید میگذاریم به آنچه که صاحب کتاب برای ما و شما میگوید. دیگر این چیزها برای ما مهم نیست. یکان چیز دیگر لازم شد برای نوشتن اینجا را آماده میکنیم. خب صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که و از غیر ثلاث مجرد بر وزن اسم مفعول می آید همچون مکرمون و مدحرجون. دیدید شما مکرمون و مدحرجون چطور گفتیم اسم مشترک است، 4 چیز در بر میگیرد این دوتا، یعنی هم اسم مفعول و اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمی. اینها 4 چیز در بر میگیرند. و اسم زمان و اسم مکان بر 3 صیغه می آید. میگه اسم زمان و مکان 3 صیغه دارد، 1 2 3. اما ما اینها را برای چی نوشتیم؟ از هر باب است. این باب دوم است، این باب یکم است، این باب 19 است، این باب 7 است. یعنی باب ها را گوناگون کردیم تا اینکه فهمیدن برای شما آسان تر شود. همچنین با وقتی که باب ها را که میخونیم هر یک باب خودش دا میگیم اسم زمانش چی است، اسم مکانش چی است و گفته ان شاء الله بیان خواهیم کرد. میگه یکم مضربون. ببینید مضربون ترجمهش یک جای زدن و یک وقتی زدن، صیغه واحد اسم زمان و اسم مکان. مضرب یک جای زدن و یک زمان زدن، یعنی وقتی زدن. این دو معنی دارد. اسم زمان یک زمان زدن، وقتی زدن. اسم مکان یک مکانی زدن، جای زدن. خب مضربانی میگوید مضربان 2 جای زدن و 2 وقتی زدن
صیغه تثنیه اسم زمان و اسم مکان. مضربان باشد دو جا، دو جایی چی؟ دو جایی، دو زمانی وقتی زدن و دو جایی مکانی زدن، دو جا. اکنون بسیاری باشد اگر میگم مضاربو تنوین قبول نمیکند، این را صیغه منتهی الجموع میگن، این تنوین قبول نمیکند. مضاربو، مضاربو را معنیش چیست؟ یا ترجمهش میگه همه جای های زدن و وقت های زدن، صیغه جمع اسم زمان و اسم مکان. پس این مضاربو همه جای های زدن و همه مکان های زدن، یعنی که بسیاری باشد، اگر جای بسیار باشد مکان بسیار باشد اگر، پس میگیم مضاربو. پس این هست سه صیغه اسم زمان و اسم مکان. یک بار راجع میگیم مضربون، مضربانی، مضاربو، همین سه تا از بس. مضربون، مضربانی، مضاربو. خب اکنون منصرون چی است؟ منصرون با مثل همین، فقط وزنش فرق میکند. این ما قبل آخر کسره بود، این ما قبل آخر چه فتحه است. پس میگه منصرون، منصرون یک جایی نصرت دادن و یک وقتی نصرت دادن. منصران دو جایی یاردم کردن و دو وقت یاردم کردن. مناصر و جایهای یاردم کردن و وقتهای یاردم کردن. خب این اسم زمان و مکانش بود چید. خب مدحرجون چی؟ مدحرجون اسم زمان و مکان ترجمه کنیم میگیم مدحرجون یک زمانی جر کردن یا یک زمانی یک مکانی جر کردن. مدحرجان دو زمانی جر کردن و دو مکانی جر کردن. دحارجو جایهای جر کردن و زمانها وقتهای جر کردن. و مکرمون چی؟ مکرمون یک جای احترام کردن یا یک زمان احترام کردن. اسم زمان بگیریم میگیم یک زمان، یک وقت احترام کردن. اسم مکان یک جای احترام کردن. مکرمانی، مکرمانی دو جای احترام کردن و دو زمان احترام کردن. مکارمو جایهای احترام کردن و زمانهای احترام کردن. پس این هست اسم زمان و اسم مکان چطوره که شما دیدید. اکنون با این اسم زمان و مکان با آخر رسید. مضربون، مضربان، مضاربو یا منصرون، منصران، مناصرو و مدحرجون، مدحرجان، دحارجو و مکرمون، مکرمان، مکارمو. این اسم های زمان از هر باب ها چطوره که اسم زمان و مکان از هر باب ها چطوره که براتون بیان کردیم. اکنون بگذاریم در مصدر میمی. مصدر میمی کم توضیح دادیم. صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که مصدر میمی از ثلاثی مجرد بر وزن مفعلون با فتح عین می آید. همچون ببینید میگوید که از ثلاثی مجرد از 6 باب اول گفتیم ثلاثی مجرد بر وزن چی میاد؟ میگه مفعلون. این وزن را در ذهنتون داشته باشید. مصدر میمی است. مفعلون حرکتاش به این طریق است. مفعلون. دقت بتید. مفعلون. مفعلون اسم چی است؟ مصدر چی است؟ مصدر میمی. ببینید مضربون اسم زمان مکان است. حاضر اگر ما همین ر را فتحه بمونیم میشوه اسمی مصدر میمی. دیگه اسم زمان مکانش نمیگیم، زیرا اینکه اگر ما کسرش گرفتیم اگر این دیگه اسم مصدر میمی شید، اسم زمان و مکان نی. وقتی فتحه را میگیریم کسره میمونیم پس میشود اسم زمان و مکان. اما در منصرون هم اسم زمان هم مکان هم مصدر میمی است، زیرا اینکه ما قبل آخر چی فتحه است، چقدر که مفعلون. دیدید چقدر که مفعلون رو. پس از 6 باب این مصدر میمیش بر وزن مفعلون میآید. یا چند مثال ها رو براتون میاریم. مثلا باب یکم نصر ینصرو اسم زمان و مکانش میشه منصرون. ببینید منصرون. دو باب دوم، باب دوم ضرب یضربو اسم مصدر میمیش میشود که مضربون. مضربون. باب سوم فتح یفتحو اسم زمان و مکانش میشه که مفتحون. ببینید مفتحون و مثل همین. ببینید همه در اولشان میمی مفتوح است. این اولین حرف کلمه که هست ساکن است، ساکن کردگیم همش را. این دویم حرف کلمه است فتح است، همش فتحه میکنیم. ببینید فتحه میکنیم. حرف لام
آخری کلمه که ضمه و تنوین داده ایستادیم. خب اینها هم اشون چی هستن اکو؟ مصدر میمی. مثلا میگه منصرون نصرت دادن. اگر مصدر میمی بگیم اسم زمان و مکان جای نصرت دادن و زمان و وقت نصرت دادن. مضربون فقط اسمی مصدر میمی است و بس. پس میگه مضربون زدن مصدر میمی. مفتحون میتوانیم بگیم که مفتحون اسم زمان است، اسم مکان است، مصدر میمی است. اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی بر همین وزن میاد. به مثل چی؟ به مثل منصرون. مفتحون یعنی که اسم زمان بگیم وقتی کشادن، یا اسم مکان بگیم جای کشادن، مصدر میمیش بگیم اگر کشادن. پس انا همین طور ترجمه کرده می شود. خب صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که مصدر میمی از ثلاثی مجرد از 6 باب اول بر وزن مفعلون می آید، همچون می آید به فتح عین می آید، همچون منصرون و معلمون و مضربون. منصرون یک جای یاردم کردن و معذرت میخوام مصدر میمی است، یاردم کردن. و معلمون علم گرفتن، علم یعلمو باب 4 است، معلم علم گرفتن. مضربون چطور که شما میبینید مضربون یعنی زدن. و از غیر ثلاثی مجرد مشترک می آید به اسم مفعول، همچون مکرمون و مدحرجون و متدحرجون چطور که شما دیده ایستادید. مکرمون مدحرجون یا متدحرجون. خلاصه از باب 7 سرکردگی تا باب 22 را اسم مفعول شما گیری، همچنین مصدر میمی هم همون وزن قطعی میاد و مثل همون میآید. اما چطور گفتیم از کلمه ما میفهمیم که اسم زمان است یا اسم مکان است یا اسم مفعول هست یا مصدر میمی هست. خب همین اسم مصدر میمی همچنین با آخر رسید. همچنین در آخر ما گفتن نماند که ما گفتیم اسم زمان اسم مکان چند صیغه‌ای دارن؟ اینها 3 صیغه‌ای دارن. نه چطور که شما میبینید یک جو دو جو جمع، اینها 3 صیغه‌ای دارن، ایناش هم 3 صیغه. اما مصدر میمی چند صیغه دارد؟ مصدر میمی فقط 1 صیغه دارد و بس. این دیگه مفعلون و مثلا منصرون و منصرانی منصرون نمیگیم، هم 1 صیغه دارد خلاص. منصر خلاص 1 صیغه دارد، مصدر میمی 1 صیغه دارد. مثلا مدحرجون خلاص مصدر میمی. اما مدحرجانی را نمیگه مصدر میمی 2 تگش، نه فقط 1 تگه را میگیریم. تا اینجا هم مصدر میمی است و هم چی است؟ هم اسم زمان و مکان می باشد. اما اسم زمان و مکان چطور که شما میرید 3 صیغه دارد، این صیغه هایشون می باشد. پس این هست درس امروزه ما و شما، اسم زمان و اسم مکان و مصدر میمی. اکنون ما و شما در درس گذشته گرفته بودیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. از این 12 چیز فعل ماضی بود گرفتیم، مضارع بود دوم گرفتیم، سوم اسم فاعل گرفتیم، چهارم اسم مفعول گرفتیم، پنجم فعل جهد گرفتیم، ششم فعل نفی گرفتیم، هفتم امر گرفتیم، هشتم نهی گرفتیم، نهم اسم زمان امروز گرفتیم، دهم اسم مکان امروز گرفتیم. اکنون 2 تا دیگه هشم اون چی است؟ اسم آلت و اسم تفضیل. انشاءالله این را درس آینده خواهیم گرفت و میبینیم که اسم آلت اسم تفضیل چه وزنها قطعی میآید و چه طور هستند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.